سیب زمینی رو پوست بگیرید. حالا مکعب‌هایی که اندازه خوردش می‌کنیم. آب، یه مقدار نمک و سیب زمینی‌هایی که آب کشی کردید. آب، کره، نمک. حالا آب رو اضافه می‌کنیم و مرتب هم می‌زنیم. یه همچین خمیر صافی باید به دست بیاد عزیزان. می‌ریزیمش توی کاسه تا داغه از هم بازش کنید. تخم مرغ رو اضافه می‌کنیم و مخلوطش می‌کنیم حسابی. باید خمیرش به این شکل بشه عزیزان. سیب زمینی رو آبکش کردیم، پورش می‌کنیم. فلفل سیاه، نمک و کره خوب با هم مخلوطش می‌کنیم. خوب که هم زدید این خمیر رو اضافه می‌کنیم و با هم ترکیب می‌کنیم. حالا نشاسته یه مقدار جزئی دستتون رو چرب کنید و به شکل توپک‌های کوچیک درش میاریم میذاریم اینجا. بوجور و توی روغن داغ سرخشون می‌کنیم. سرخ که بشه خودش میاد بالا عزیزان. جان جوان خیلی وقت. مستقیم دو خاموش نمی‌کنی نترس.